توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضار بسیار گرامی، خیلی خوشحال و خرسندی که الله سبحانه و تعالی با لطف و احسانات وسیعش که بر ما ارزانی داشته است در این دیار بعد از این زندگی که ما در این نقطه‌ای از جهان به نام ایران داشتیم برای اولین بار در این دیار بسیار دوست داشتنی و مردم بسیار شریف الله تعالی توفیق را شامل حال ما کرد و ما اینجا رسیدیم و شما را به خاطر خدا ملاقات کردیم و شما هم به خاطر الله جمع شده اید. نه توقع ذریه و نه مالیه، نه پستیه، نه ریاستیه، نه مقامیه، نه تمجیدیه، نه ثنایی. طرفین هیچ توقعی از این چیزها ندارد. همانطوری که به زبان آوردیم الله تعالی در باطن ما همین چیزها را بپذیرد و ملاقات ما را در جهت خودش بگرداند. پردای قیامت همه رابطه ها یه دنیوی به ضرر انسان تمام می شوند. الاخلاء بعضهم عدو لبعض الا المتقین. خدا ما را در لیست متقین قرار بده. همه این رابطه ها، همه این نسبت ها مبدل به عداوت و دشمنی می شود. و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم کافرین. این هم یک ماجرای الله تعالی در قرآن خبر داده است که پردای قیامت بسیاری ها دشمن بازی میشند و درگیر میشوند.
که ما را منحرف کردن و از جاده حق منصرف کردن. التماس ما اینه که اونها رو به من نشان کم از کم بده. چه کار میکنه را؟ بنده ها میگه خدمت شروع کنیم. در دنیا خیلی قدم بوسی کردیم، الان میخوایم خدمت شروع کنیم زیر پاها. نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلی. این نوع آیه ها در قرآن عظیم و شان سروران گرامی زیاد هستند که تعدادی انسان ها مدعی زلالت می شوند و از رب سبحانه و تعالی التماس می کنند که خدایا اینهایی که ما را در مسیر باطل سوق دادند و بردند، اینها را به ما نشان. یک درگیری بسیار بزرگ از ماجرای قیامت اینه که زیر دسته ها شاکی می شوند از بالا دسته ها. شکایت بسیار عظیمی به محضر رب العالمین میشه. این قرآن مجیده. اینه یک از دوستی با همین جلب گرفتم، با همین کیفیت گرفتم، چون دوست من مفقود شد، نمیدانیم تو مرده ای یا زنده ای. اینه من دیگه تغییر ندادم، با من همراهی و نه تفسیریه و نه نوشته درش هست. یک قرآن خالی 13 خطه، بله چون خواندن من با همین قرآن ها بوده، من آیه های میخواهم پیدا بکنم و اون آیه ها را بخوانم، چون اون زمانی که باید حفظ میکردیم جای اون دیکتاتور دیگر بود، او ما را دیگه نصیب ما نشد. مثل آقای دهقان حافظ قرآن میشدیم، ضرورت نداشتیم قرآن را باز کنیم. سروران گرامی در دنیا الله تعالی انسان را هادی و مهدی بگرداند، خودش راه یافته بشه و راهنمای انسانهای خوب بشه. انسان را الله تعالی از گمراهی نجات بده. پس در این برهه از ساعت زندگی که تک تک ما داریم به ملاقات رب سبحانه و تعالی از پیر و جواب، لحظات ملاقات الله نزدیک می شود. هر دقیقه از سر من شما می گذره، هر ثانیه ای که از سر من شما می گذره دیگه ما به ملاقات رب العالمین احکم الحاکمی، اون احکم الحاکمینی که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. و طوری که قاری بزرگوار ما از حضرت ابراهیم هم حکایت کرد، تعلم ما نخفی و ما نعلن. اون الله السمیع و بصیر، اون اللهی که خیانت چشمه های ما را میداند و ما تخفی الصدور را میداند. الله تعالی به بنده حقیرش عزیز ما کلماتی گفت که ما در حوزه علمیه دارالعلوم خدمت طلبه هستیم، خادم طلبه هستیم. الله لطف کرده، احسان کرده، نه ما در فکر این بودیم و نه تقاضای ما بود، مگر رب العالمین احسان کرد ما را در خدمت طلبه ها پذیرفت. من مفسری نیستم و دوستانی که چنین احساس اعلام میکنن یا دوستانی میگن توحیدی، این دو کلمه من قبلا به عرق میبره. من از این دو تا کلمه عرق کردم، لذا قوت خود را به همین خاطر دارم. خدا من شرمنده نکند و خدا بر زبان من اون کلماتی را بیارد در این دیار که برای اولین بار من آمدم که خودش راضی بشود و سبب هدایت من و شما بگردد. اون کلمات خوب را الله تعالی بر دل و دماغ من بیارد. آنچه میارد در دل و دماغ گوینده الله میارد. اونی که گوینده ای بسازد و مطرح کنه در اون لذت نیست. من گاگای دوستان را میگم، من اون سخنرانی که در حین سخنرانی در دل انسان میآید، من از اون سخنرانی خودم لذت بردم، دیگران را نمیدانم. من قرآن عظیم الشان از یک واعظی به نام عنایت الله، مولانا عنایت الله، درسی گرفتم در یک مجلس برای یک مرتبه
سخنرانیش که واعظهای دنیا شما از قرآن عظیم و شان چه بدی دیده ای که به دنبال دیگر حکایات می روی، دیگر داستانه ها می روی، افسانه ها می روی؟ آیا در قرآن امثال نیست؟ در قرآن قصص نیست؟ بلکه احسن قصص الله تعالی بیان فرموده، فقصص القصص. در قرآن مثال هست، دلائل عقل و نقل هست، دلائل عقلیه، دلائل نقلیه در حد وافق قرآن عظیم و شان بیان کرده. من دیگه از اون روز الحمدلله در سخنرانی های خودم استدلال از قرآن عظیم و شان میکنم، لازم نمی آید که از جای دیگر بگم. لیکن وقتی قرآن عظیم و شان را انسان بیان میکند دیگه هم خودش لذت میبره، طرف دیگر جای اعتراض ندارد. هر کس بر آیه های قرآن اعتراض کند یا نکیر کند یا توجیه خلاف آیات بکند کفر ثابت میشه. میزان ایمان و میزان کفر قرآن عظیم و شان است. و من چیزی که گاهی من میگم، طلبه ها را هم میگم، گاهی طلبه ها از جاهای دیگر تبلیغ میکنن، واز میکنن، جلسه های تمرینی دارن، من میگم شما چرا از قرآن چرا استدلال نمیکنی؟ اون مطلبی را که تو از فلان شیخ بیان میکنی اون مطلب در قرآن هست، چرا نمیگی در قرآن چی میگفته شد؟ آیا اگر شما بگید که فلان شیخ، فلان آقا، فلان شخص این حرف را گفته قدرتش بیشتره، یا بگیم که احکم الحاکمین چی گفته است؟ یقینا وقتی انسان میگه که احکم الحاکمین در فلان آیه این مطلب را ادا کرده قدرتش بیشتر نیست؟ سبحان الله، حضرت مادر عایشه صدیقه طاهره را یک عاشق قیامت، عاشق رسول الله صلی الله علیه و سلم، عاشق معاد، اونی که میخواد شرایط دخول جنت برایش فراهم بشه و اون به اصطلاح شرایط دخول جهنم در او یافت نشه. در دل هر مؤمن باید این چیز باشد که شرایط ورود جنت را در خودش فراهم بکنه و از اون شرایط ورود جهنم فراری باشه. آمد از مادر عایشه سوال کرد، این عاشق آخرت معاد که سیرت طیبه رسول الله را برای من بیان کن. رسول الله کی بود؟ چه عقیده ای داشت؟ چه اعمالی داشت؟ چه اخلاقی داشت؟ ایده و عقیده دین محمد را برای من بیان کن. مادر مهربان، این علامه زمان، این کسی که حضرت صلی الله علیه و سلم لباس او بوده است و عایشه لباس رسول الله بود، با تعبیر قرآن عظیم الشان انتم لباس لهن و هن لباس لکم. نص صریح قرآن، عایشه لباس حضرت محمد مصطفی هست، حضرت محمد مصطفی لباس عایشه صدیقه هست. این درباره زوجین عامه گفته شده، لیکن از این آیه استنباط می شود وقتی زوجین لباس یک دیگرند پس حضرت عایشه لباس حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. هر که بگوید که محمد چیز خوبی، شخصیت بلند و بالایی بوده است، بله بگه لباسش کثیف و چرکی بوده، حسابش خود شما بکنی. ها؟ حضرت محمد خوب بوده، نعوذ بالله لباسش ناسیبا بود، لباسش نظیف نبوده، دیگه حساب اون مومن را خود شما بکنی. نص صریح قرآن، حضرت
حضرت فاطمه الزهرا لباس حضرت علی بوده، حضرت علی رضی الله تعالی عنه لباس زهرا بوده است. بین لباسها هم فرق است و ملبوسها هم فرق است. مقام را بدانید. عایشه وقتی سوال می شود شاگرد رشید حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، اون شاگردی که بخش خصوصی رسول الله با او گذشته، با دیگر ازواج مطهرات گذشته، اون عایشه‌ای که غمهای و فشارهای دشمنها را از قلب رسول الله می زدایی، به تعبیر رومی ناره کلمینی یا همیرا، کلمینی یا همیرا، همیرا بیا با ما کلام بفرما تا غمها و فشارهای روی دل خوابیده را برطرف بفرما. اونی که محبوب رسول الله بوده، از 9 سالگی تا 18 سالگی او در آغوش محمد صلی الله علیه وسلم بوده. ساعتی بوده حضرت رسول با حضرت عایشه صدیقه، او عایشه صدیقه در عشق رسول صلی الله علیه وسلم منقول شده است. حالا رفتم جای دیگه بعد از قرآن حرف بزنم. خب این چیزه حضرت عایشه چنین ستود لنا شمس وللآفاق شمسو، ما ازواج مطهرات رسول الله خورشیدی تابان داریم، جهانیان هم خورشیدی تابان دارند. خورشید ما زمانی طلوع می کند که خورشید دیگران وجودی ندارد. سراجا منیرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم را اللہ تعالی فرموده سراجا منیرا، نه فرموده خورشید تابان جهان. ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا. دیگه اضافه نکرد، گفت لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی تطلع بعد العشاء. وقتی جهانیان خورشیدشون غروب می کند، اونها خورشیدی ندارن، خورشید تابان ما طلوع می کند، یعنی بعد از عشاء. اون بخش ویژه زندگی رسول پاک صلی الله علیه وسلم. مادر گفت اگر میخواهی رسول الله را بدانی ای سائل، ای طالب علم، ای طالب آخرت، اگر تو میخواهی که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را بدانی، من به تو یک آدرسی میدم و این آدرس قیامت سند بشه. او قرآن عظیم الشان هست. برو این قرآن عظیم الشان را تو بخواه، تلاوت کن، تدبر کن، تفحص کن. هرچی قرآن میگوید حضرت محمد همون. سبحان الله، من گاهی شوخی میکنم، بخاری نبود، مسلم نبود، ترمذی نبود، کتب سیرت نبود، حضرت مادر عایشه چنان حواله داد تا قیامت مستندترین دلیل بزرگ برای رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، قرآن عظیم الشان. حضرت محمد دارای چه دین و آیینی بود، دارای چه اخلاق و عملی بود. فرمود هر چی در قرآن از حضرت محمد همین. سبحان، به خدا قسم مسلمان ها، من گاهی خودم فکر می کنم که اگر قرآن عظیم الشان سالم
دست ما هم نمی بود تشخیص هدایت از ضلالت مشکل بود. هدایت را از ضلالت تشخیص دادن، شرک را از توحید، توحید را از شرک، سنت را از بدعت و بدعت را از سنت کار آسانی نیست. این تخصص را 124,000 پیغمبر خدا در دنیا داشتن، زیاد بکن. تخصص انبیا، علم انبیا از کجا شروع میشه؟ از جای شروع میشه که علم بشر آنجا ایستاده. خدا برای ساختن ماشین آلات، ساختن ویلاهای مدرن و ساختن اسکلت‌ها و کشتی‌های پیشرفته، جت‌های جنگی، این چیزی که امروز انسان در دست دارد. انبیاء علیهم السلام علمشون از این بالاتر بود. جایی که علم بشر ایست می‌دهد، علم انبیاء از آنجا شروع می‌شود. این تخصص انبیاء بوده. این شرک، این توحید، این هدایت، این ضلالت، این عمل نتیجهش جهنمه، این قول نتیجهش جهنمه، این عقیده نتیجهش جهنمه. این تخصص انبیاء بوده است. این قول، این فعل، این اخلاق، این عمل نتیجهش جنته. این امروز مردم میگن انسانیت پیشرفت کرده، خصوصا بعضی ها دهنشون پر از آب میشه. آمریکا پیشرفت کرده، ژاپن پیشرفت کرده، کجا پیشرفت کرده؟ ما هنوز تو دو تا 4 تا سرگردان ماندیم. دیگه دهنشون رو احساس کهتری میکنم. بله بنده حقیر میگم، ناراحت نباشید. برای این مطلب اگر بخواهم دلایل بدم از عقل هم بیشتر دلایل دارم. من میگم انسانیت امروز افت کرده. همین انسانهایی که شما میگید در کشورهای غربی و در کشورهای پیشرفت دارن در قسمت آلات ماشین و غیره، لیکن در انسانیت اینقدر افت کردن، اینقدر ذلیل و کس شدن که در گذشته اینقدر انسانها افت نداشتند و ذلت هم نداشتند. این پیشرفتی هست در آمریکا و انگلیس و استرالیا و اروپا که بلا نسبت مرد با مرد ازدواج کنه و دفتر ازدواج صادر بشه. این ترقیه. این بشرن. اینها همون بشرن که قرآن می‌فرماید اولئک شر البریه. این ترقی بشره که بلا نسبت بندوباری نداشته باشد مثل حیوان، نسلی نداشته باشد مثل حیوان. این از افت بشر امروز من بگم. همین کافرهای بی غیرت را که امروز مردم میگه اینها ترقی کرده. چه ترقی کرده که بلا نسبت یک خانم دانشگاهی انگلیس این گوشه های من شنیدند و شاهدند، اون که الله میداند و شما رفتید و سفر کردید و خبرید و شنیدید بیشتره. یک خانم امروز یک جشن مراسم بزرگی گرفته با سگی ازدواج میکنه. این ترقی بدبخت‌ها دیوسا هست. این گوشه ها شنیده. رادیو BBC لندن چند سال قبل من شنیدم که امشب فلان خانم پیشرفته تون نبر نخوره دانشگاه انگلیس خانمی تربیت کرده، شوهرش سگی. این انسانه که در برابر یک سگ بخوابه و اجازه بده هر عملیاتی بلا نسبت انجام میده. این افت بشره که فاصله از قرآن عظیم و شان دارد. این انسان ها افت کردن. ورنه از نظر ساختمان، از نظر امکانات، شما اگر تخت جمشید بری ساسانی ها خیلی صنعتی داشتن، پیشرفتن. اون غوچه ها ساخته شده که هنوز مانده به جا. امروز با این همه دستگاه های مصور
متصورین را بگه شما تصویر غوچی را به این زیبایی روی صخره سنگ بکشید، فکر نکنم بتونه بو کیفیت بکشه با این همه اسباب برقی. فلز بوده سروران گرامی. قرآن خبر میده و انزلنا الحدید فیه باس شدید. پیشرفتی انسان چیه سروران گرامی؟ حضار ارجمند که انسان به معرفت الله برسد و زندگی سرمدی معاد را آباد بکند. این انسان قرآن فرموده کامیابها فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. سبحان الله، قرآن چه کتاب خوبیه. سال 83 با همین حاجی صاحب سفری داشتیم به طرف شیراز به تخت جمشید که رفتیم که ببینیم در اون میدانی که هنوز به پله ها بالا نرفته ما قرار گرفتم. تو قلب من این آمد. اول صبح رفتی هنوز مردمی نآمده تازه. یاد من این آیه شریفه آمد که به پای این تخت و جلوی این سنگه های تراشیده شده با چه شانه هایی و با چه دسته هایی اینجا چه قدم هایی زده شده و چه نقض و نخره هایی شده. فوراً آیه قرآن عظیم الشان به دل من آمد و من این آیه را خواندم. شاید همین آیه سوره ابراهیم بود. اگر من حافظ نیستم خود به خود من این آیه را شروع کردم بخواندن. دوستان خود منی که از اونها حاضره. من خواندم قرآن میگه و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. من دوستان گفتی اینجا اینقدر نخره شده، اینقدر نازیده شده، اینقدر تکبر شده، اینقدر انا شده، اینقدر من شده، ما امروز من و شما جای آنها ایستادیم، از آنها هیچ خبری نیست. همین مطلب را قرآن عظیم و شان بیان می‌کند. سوره ابراهیم هست و این آیه را من خواندم و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم. شما انسان‌های موجود اکنون سکونت داری در جایگاه اونهایی که بر جانهای خود ظلم کرده. اینجا مراد ظلموا انفسهم به معنای اشرکو هست. ان الشرک لظلم هست. و تبین لکم کیف فعلنا بهم. برای شما انسانها تبیین شده، واضح و روشن شده و درخشیده شده است. کیف فعلنا بهم، من با آنها چی کار کردم؟ شما خودتان برای شما واضح شده، روشن شده. الله تعالی من تذکر داده و ضربنا لکم الامثال. نمونه‌های واردی هم من برای شما بیان کردم. ثمود، فرعون، هامان، شداد بخوردین همین آسمانستان و بالای این قرآن خاکی در قسمت ایران و وقتی بگیم در همین قسمتی که من شما نشستیم، روزی بود از یک طرف ابراهیم خلیل الله هست، از طرف دیگر طاغوت زمان ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم او را به رب میخواند، اون طاغوت زمان در اون مجلس میدانی که در حضرت ابراهیم علیه السلام آخوند دربار نمرود.
ناراحت نباشید، بر من خشم نکنید. در تمام قرآن پدر ابراهیم آذر معرفی شده. الان هر که بگوید عمو هست، قرآن نمی‌پذیرین یا اون روایت دیگر که فلان شیخ گفته، فلان آقا گفته، فلان آقا گفته، فلان آقا گفته، کی نمی‌پذیری؟ شما بگید. اگر سنت گفته چشم، اگر قرآن گفته از چشم، لیکن قرآن در تمام آیات ابراهیم را میگوید به پدرش گفت. چیزی با قرآن بیان. ابراهیم کسی وقت نزول قرآن همه مردم میگن من ابراهیمیم. قریشی ها میگن ما ابراهیمیم نسبا و مذهبا، یهودی ها میگن ما ابراهیمیم نسبا و مذهبا. نصارا که مخاطب سوم قرآن هستن صراحتا میگن ما ابراهیمیم، یعنی سه مخاطب مستقیم قرآن عظیم الشان، هم مردم عرب، هم یهود، هم نصارا که مخاطب مستقیم قرآن و محمد رسول الله بودن. ما نمیدور بودیم ایرانی ها اینجا بودن، ساسمانی ها اون مخاطبین ادعای ابراهیمیت داشتن، هم نسبا سید بودن. ابراهیمی یعنی سید، پیغمبر زادگار سید بود، یعنی ابو جهل هم سیدی بود. مراد نباشه کسی سیدی، مراد من هم سیدم، چرا از فرزندان آدم. اگر ابو لرد یکی رگو باشد من آدم زری هستم، الله شما تو با من آرد کنم از فرزندان آدم. ولی چرا ما چون زری میگن دیگه. لحظا حضرت ابراهیم به پدرش گفت، قرآن چیزی با کتابی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ. او محمد این مدعیان ابراهیم را درسی بده از مکتب ابراهیم. وذکر رو منع کردن. این مدعیان مذهب ابراهیم را و این مدعیان مکتب ابراهیم را، مردم عرب را نسبا ابراهیمیان، از فرزندش اسماعیل ذبیح الله. این ابراهیمی های درجه کدو یهود و نصارا بنی اسرائیل را درسی بده از مکتب ابراهیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ. ابراهیم به پدرش چنین خطاب کرد، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سوره مریم است. ما حاضر نیستیم بپذیریم که آذر پدر ابراهیم نبوده. حتی گفته به جای خودش گفته، ابراهیم پدرش را گفته است. قرآن گفته، سنت گفته. اگر روایت ضعیف و بدون سندی هم بیاید در برابر آیات قرآن قابل قبول نیست. این اصل عظیم را ائمه تصویب کردند. حضرت امام ابو حنیفه گفته خبر واحد در برابر آیات قرآن قابل قبول نیست. متوجه میشید؟ حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره مریم الله می فرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد. بابا گردن چرا میاد پایین پیش کسانی که لا یسمع، هر چقدر فریاد بزنی، هر چقدر جیغ بزنی، هر چقدر تملق بکنی، لا یسمع، فریاد تو را نمیشنوند، ولا یبصر، اینها تو را نمیبینند، ولا یغنی عنک شیئا، یک ذره از عذابهای وارده دنیا و آخرت هم نمیتونه از تو دفع کنن. میتونن؟ ها؟ نمیتونن؟ این بیان حضرت ابراهیم علیه السلام سوره مریم، این خطاب اول یا ابتی یا
این بود که خواندم. آیه 43 یا ابتی، برای آنهایی که اینقدر نمیدانن این تا عوض یای متکلمه، برای اونها که میدانن نه، برای اینایی که نمیدانن بس علمی ماشاءالله اکثر میدانن. تا عوض یای متکلمه، یای متکلم را به تا عوض کرده. معنیش اینه پدر عزیزم، بابا جان، انی قد جانی من العلم ما لم یأتک. نبی ادعا میکند من چنان علومی دارم، تشخیص و تخصص کفر و شرک با منه. بابا از این علوم من استفاده، من متخصص علم توحید و شرکم. مرض مهلک شرک شما را گرفته، شما دارید فریاد میزنید و مجسمه شخصیت های بلند پای را میسازید و تحویل جامعه میدید، راه گمراهی را خودت هم میبری، دیگران را هم داری بدبخت میکنی. بابا پیش من چنان علومی آمده که این علم را نه تو داری و نه پدران تو داشتن و نه این مریدان تو دارن. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. جاده مستقیم جهنم ببخشید جنت را، صراط مستقیم را که منتهی به بهشت دائمی می شود، من بلدم، بیا از من اتباع کن، تنها که من فرزند جگرگوشه تو باشد و تو پدر مهربان باشی، تو به جنت نمی روی به جز اتباع من. از نعره محبت کسی به جنت نمیره، خاطر همه شما جمع میشه. حقیقت راه جنت اتباع انبیاء است. فاتبعنی اهدک صراطا سویا. بابا بی راه میری، راه اصلی جنت را گم کرده ای، راه ابلیس را میبری، راه شیطان را میبری. اتبعنی اتبعنی. بر هر نبی لازمه که باید اظهار نبوت بکنه و مردم را به اتباع خود بخوانه. چرا؟ نبی ترجمان صحیح خدا بین خدا و خلق هست. فاتبعنی اهدک صراطا سویا. تعبیر دیگر، بیا در دانشگاه من ثبت نام کن، به سعادت میرسی، من تو را به سعادت میرسانم. صراط مستقیم را من بلدم، نمرود بلد نیست، وزرای نمرود بلد نیستند. اونی که تو داری مخلوق را به راه میبری در دنیا سنو متبع مطبوع سن، تابع هم ستا هستند. ستا مطبوع حکام پیرها، تعبیر تو نباشه کسی ناراض نمیشه، ام الله ها، اساتذه، تعبیر دیگه اساتذه مطبوع، همه شاگردها تابع. حالا من بگم امام مطبوع، همه مقتدی ها تابع، حکام مطبوع، همه رعایت تابع. هر دو حلی آنها بزن اینها میرسن. فرمود حضرت ابراهیم یا ابت فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اولین یا ابت لما تعبد، دومی یا ابت انی قد جانی، سومی یا ابت لا تعبد الشیطان. جانی مالی زبانی شیطان را اطاعت نکن. عبادت یعنی چی؟ عبادت سروران گرامی مفهوم عام عبادت یعنی بی چون و چرا گوش فرمان شده، این عبادت بی چون و چرا.
تعبیرش کنیم. تقسیمی که در حدیثی که میخوانیم در صحای سته منقول شده، راوی حدیث عبدالله ابن مسعود عبادت سے قسم دارد. ساده تر تعبیرش میکنه: زبانی، بدنی و مالی. این سه نوع عبادت. روایت صحای سته راوی حضرت ابن مسعود و ما در تشهد همین روایت را میخوانیم: التحیات لله والصلوات والطیبات. همه ثناها، تمجیدها، تکبیرها، تهلیلها، تحمیدها، کلمات ثنایی که از زبان بیرون می آیند، اینها حق اختصاصی الله. التحیات لله والصلوات لله. همین نمازی که ما الان خواندیم یک عبادت تشکیل شده از قول و فعل. درسته یا نه؟ اگر یک انسان به جای رکوع بگه رکوع کردم، رکوع کردم، رکوع کردم، رکوع ادا میشه. با زبان بگه رکوع کردم، رکوع ادا میشه. ها، با زبان بگه سجده کردم، سجده کردم، سجده کردم، سجده کردم، سجده ادا میشه؟ نمیشه دیگه. دیگه بگید میشه. اگر کسی با زبان بگه رکوع کردم، با زبان بگه سجده کردم، آیا رکوع و سجده این انسان ادا میشه؟ اگر کسی فقط با زبان بگه که فاتحه خواندم، خواندن فاتحه ادا میشه؟ باید فاتحه را بخوانه تا ادا میشه. پس همین عبادتی که نمازه تشکیل شده است از دو نوع عبادت، زبانی و بدنی. باید بدن ما بره رکوع کنه، بدن ما بره سجده کنه. همون طوری که اسلام گفته که بنی آدم روی 7 اعضا سجده میکنه، باید 7 اعضا روی زمین. فقها گفته اگر کسی سجده کرد، البته فقهای احناف، هر دو پاش موقع سجده بلند بشن نمازش فاسده. چرا این دو تا پای باید سجده کنن، نباید بلند بشن. کسی اینطور سجده بکنه نمازش باطله، باید دو کف برن سجده کنه. هیچ عذری نداره، دو دست را به پشت ببنده و این دو تا دست را نگذاره سجده کنه، نمازش باطله. چرا حضرت فرمود من و امت من روی 7 اعضا سجده میکنیم. 7 اعضا: عضو، کفین، رکبتین و قدمین و جبهه. حالا یک انسانی در برابر کسی دیگر سجده کنه و این سجده را بگه من تعظیم میکنم، چی میکنه؟ سجده حساب نمیشه. رکوع کنه و بگه من رکوع میکنم. ببینید امروز ابلیس خیلی دشمن خطرناکیه. مردم قبرها را سجده میکنن، میگن ما تعظیم میکنیم. مردم رکوع میکنن، میگن ما تعظیم میکنیم. در عالم غیب ما فوق همه اسباب غیر خدا را میخوانن، میگه ما وسیله میگیریم، در حالی که الله تعالی فرموده سجده عبادت حق منه. برای تعظیم من باید دارا، نادار، مولوی، نبی، غیر نبی بیان سر به زمین باشن. من شما را میگم حضرت رسول الله پیش خدا سر به زمین میشده یا نه؟ شده یا نشده؟ سجده کرده یا نکرده؟ صحابه سجده کردن یا نکردن؟ حضرت رسول الله پیش خدا رکوع کرده یا نکرده؟ خم شده یا نشده؟ صحابه، اهل بیتش، ازواج مطهرات رسول الله که اهل بیت رسول الله هستند، اینها سجده نکردن؟ ها کردن. من شما را بگم، شما را هم ساده نمیگم، از همین الان تا هر زمان شما از قرآن ثابت کردید، از روایات معتبر و مستند ثابت کردید،
که اصحاب پیغمبر یا ازواج مطهرات پیغمبر یا دیگه به تعبیر الان اهل بیت پیغمبر که همون ازواج مطهرات در رأسن، در برابر رسول الله سجده تعظیم انجام دادن. وقتی رسول الله آمده صحابه خم شدن، به خدا قسم در روایات مستند داریم، درسه های سته داریم، یک روزی حضرت تشریف آوردن، صحابه نشسته بودن بلند شدن، همینطوری که مرسوم ما هست که وقتی یکی میاد بلند میشی. حضرت غدغن کردن، گفت بلند نشید مثل عجبا، ما را گفت در برابر بزرگ. به خدا در روایات صحیح داری، مستند داری، فرمود لا تقوموا کالعجانب، چی ببخشید کالعجم. دیگه صحابه دو مرتبه از رسول الله اطاعت کرده، رسول الله میام از صحابه بلند میشد. صحابه سعادت را از قرآن فهمیده بودن که باید قولا و فعلا ما از رسول الله اتباع کنیم. تو خدا به آنها سبق داده بود که تنها عشق محمد صلی الله علیه وسلم ادعای محبوبیت رسول شما را نجات نمیدهد بدون اینکه شما اتباع کنید. بله در خصوصیات پیغمبر ما حق نداریم اتباع کنیم و مردم یک سری خصوصیات حضرت داشته، اینها را میگن خصوصیات نبی، آنها مستثنا. برای امت از 4 تا زن در یک زمان دیگه جایز نیست بیشتر بگیره، یعنی 4 تا خانم اگر دارد یک خانم دیگر اضافه بکند این حق را امت ندارد، لیکن حضرت در یک زمان 9 تا خانم در اختیار داشت. ما خاتون میگیم، کلمه خانم برای ما تون، اگر من دیگه 2 مرتبه نگفتم خوبه. این از خصوصیت پیغمبر. هزاران خصائص رسول الله، بزرگان امت کتابه های از خصائص رسول الله نوشته که خصوصیت پیغمبر. خصائص رسول الله را کتابه های مستقل نوشته، لیکن صحابه از کجا فهمیدن سعادت را؟ اگر یک جای فعل پیغمبر آمد، طرفی قول پیغمبر آمد، بزرگان دین میگن برای ما ملاک قول پیغمبر نفر تعارض شدن. این بحث علمی میکنم کسانی که با علم سر و کار دارن حرفها را میفهمن که الحمدلله همه شما همینطورید و فکر میکنه همه شما ثواب دارید و خوانده اید. اگر قول پیغمبر با فعل تعارض پیدا کرد، چون بر ما فاصله داریم، قول پیغمبر برای ما ملاکه، بحث علمیه. صحابه فهمیده بودن که نجات ما در اتباع پیغمبر است. سبحان الله. قرآن گفته قل ان کنتم تحبون الله، به خدا زیر این آسمان سبز و بالای این کره خاکی در این جهان پهناور انسانی نبوده و نه هست و نه خواهد آمد که بگه من با خدای لایزال دشمن دارم. همه انسانیت به ذات عظیم الله معتقد بود، خالقیت الله را پذیرفتند، مالکیت و رازقیت الله را پذیرفتند. نمرود هم الله خالق دانسته، نگفته که من خالقم. نمرودها، فرعونها، همه مستکبرین دنیا خالقیت و رازقیت و مالکیت الله را پذیرا بوده. هیچ حدی بوده بگه من خالقم، من مالکم، من رازقم. چرا؟ اگر بگن تو خالقی پس برای من بچه خلق کن، میتونه خلق کن. مدعی بوده کسی که من خالقم. اگر کسی بگه که من خالقم، تو میگم برای ما خلق کن درخت، تو خانه ما درختی خلق کن. اون نمیتونه. خالق بکرد الله، مالک بکرد الله، رازق الله. شرک در عبادت بوده. شرک در چی بوده؟ من مختصرش کردم، عبادت در لوازم عبادت. حضرت ابراهیم علیه السلام پدرش را گفت اگر
چیزی لازمه که هر جا هر فریاد خواننده خود را ببیند و بداند که در کدوم و شکم چه ماهی دارد فریاد میزند که لا اله الا انت سبحانک فریاد او را بشنود. آیا از الله دیگه مخلوقی هست که از فریاد مالک خبر هست؟ خبر داری؟ چرا همون نیست؟ من مولای مدرسی هستم، طلبه باید سریع تهم بده یعنی غیر الله دیگه مخلوق نوری دنیا وجود دارد. سلام هر جا هر وقت از هر خواننده و فریاد کننده و حاجتمند فریاد او را بشنود. هست چنین مخلوقی؟ جبرئیل هر جا هر وقت فریاد ما را میشنود. بالای آسمان از مقربین فرشتگان از احوال ما خبر دارند. چی میدانه؟ انبیا، اولیا. الله تعالی فرموده شما کسی را بخوانید، کسی را سجده کنید و برای کسی به فرمان او طواف کنید. سبحان الله که هر جا شما فریاد شما را بشنود و شما را هم بداند که در کدوم آماق زمین فریاد میزنید تا بلاد شما رسیدگی بکند. حضرت ابراهیم از معبودان آزر این دو صفت را نفی کرد. یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. هر کس را میخواند برای دو هدف. شما که الله را میخوانید و دیگران را نمیخوانید، دو تا هدف حتما دارید، یا جلب منافع یا دفع مضرت. هنگام مضرت انسان بیشتر موحد بیشتر خدا را میخواند و هر کس غیر خدا ماشین گردن دارد میلرزد دیگه الله 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 از فریاد هر موحد در میآید و از فریاد هر غیر موحد غیر الله در کثرت. اگر امروز اذان غیر بلندگویی بدیم مقبول میشه. اگر شما عشق دارید که من ادامه بدم پس اذان در آخر گوشه مسجد میدونیم هست. اگر شما میگید نه بس کن مولا که دیگه خسته شدی من بس میکنم، خب اگر به اختیار من ادامه حرام را میگم برای شما درودی بخوانید. خب خسته نباشید، اگر خسته اید بس گوش کنه. حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت ابراهیم اول پدرش را نرم دعوت داد که بابا اینهایی که تو آنها را سجده میکنی، اینهایی که تو برای آنها نذر و خیرات میدی و موت و حیات آنها را تجلیل میکنی، اینها لا یسمع فریاد تو را نمیشنوند، لا یبصر تو را نمیبینند، ولا یغنی عنک شیئا هیچ بلاهی را هم از سر تو نمیتوانند دور بکنند. مردم الان دافع بلا درست کرد. من به شما میگم همین داستان آمده الان، همین سیرت ابراهیم را بیان کنم، اون آیه هایی که خواندم خلاصه باشن. حضرت ابراهیم به پدرش میگوید که یا ابت فتبعنی، من اتباع کنه هدیت صراط مستقیم. الان دعوتش را تند کرد، میگه یا ابت لا تعبد الشیطان. خب ناراحت نمیشید که لا تعبد الشیطان را تفسیر بکنه؟ مگر آزر میگفت که من شیطان هستم؟ اینه من به شما بگم. نمرود میگفت که من شیطان پرستم و در فطرت ما انسانها، در فطرت انسانها از زمانی که آدم و حوا لعنتی از جنت اخراج کرده، در فطرت شیطانها نفرین از شیطان هست. همه شیطانها شر را بد میدانند، همه شیاطین شیطان را بد میدانند. این مگر بعد از آدم علیه السلام این نسل انسان در دنیا شده که شیطان را دشمن سخت را شکل از زمان
شده قبلا که شرک نبوده قابیل خان قابیل خان را کشته. این خان که نه بلوچی ما خوش میشیم از این خوش میشیم. قابیل خان حابیل خان را کشته لیکن شرک نکرده. او از شرک خود شیطان بری شد. الله تعالی فرمود که وقتی من آدم پیدا کنم فرشتگان همه آدم از سجده اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ابلیس گفت که من سجده نمیکنم. الان شما میگی که خب الان ثابت شد که سجده مخلوق جایزه. خودت گفتی شبهات دل شما. من اینه میگم اولا حالا جوابهای زیادی مفسرین در این مورد دادن. من خودم میگم شما هم انصاف کنید. الله به فرشتگان دستور داد که آدم و ذریت آدم مسجود کنند. آدم و ذریت آدم و فرشتگان را سجده. چرا شما معصوم میکنید؟ شما ملائکه هست. در حدیث شریف آمده است من گناهکار مجرم و شما بزرگوارها و همه طاغوتها با حضرت آدم همراه بودید. در پشتش مثل ذره موجودی. در عالم ارواح بودی. لحاظا مورد اعظم حضرت محمد هم قرار گرفت. حضرت ابراهیم الله هم قرار گرفت. یعنی که نسل آدم جلوی چشم حدیث آمده. حالا تعبیرش تو گفتن هست الله تعالی حضرت آدم نشان داد. تو این همه نشد این ریز از همه نورانی تر در اون جمع چشم نورانی تر همون چشم آدم داریم. حضرت داود آمد حدیث علامه شاهی کرد الله بوده شما سودی فرشتگان حاجی شما چه بحث کنید دیگر را مسجود کنید و الله با شاهین گفته الله الله سنة الصابرين فلما أسلم وتله للجبين زشد إبن الشباب والسباب وسليم شدوا فلما أسلم ولما ونادى يا ابراهیم پسر اشراف که قرآن این قربانی شده شهید خوبی مثل اسماعیل او بگید حضرت ابراهیم من پسرم را قربانی